اما سپس آنچه که بر جیما همخوابگی وابسته است در این مورد در بیان رمضان روزه صحبت میکنیم. مقصد از جیما چی است؟ سوال نوبتی، مقصد از جیما چی است؟ جیما این نزدیکی با همسر خود رو میگویند. همخوابگی، در آوردن ذکر در فرج زن، در رحم زن، که چی انسان چی با قصد تولد فرزند باشد، چی با قصد آرامش باشد، اگر که مادامی که با همدیگر رسیدن غسل واجب میگردد. این رو جیما میگویند. پس در این حکم جیما چی چیز ممنوع است، چی چیز ناجایز است در رمضان؟ اولا ممنوع است، جایز نیست به هیچ وجه در ماه رمضان در روز روشن زن با اهلش با همسرش نزدیکی نماید. این جایز نیست. اما آیا جیما بین زن و شوهر در شب رمضان جایز است یا نه؟ آیا جیما در بین زن و شوهر در شب رمضان جایز است یا نه؟ بله، جیما در ماه رمضان در شب رمضان این امر در این واسه است، جایز و رواست، اشکال ندارد، جایز است. چون الله میفرماید که احل لكم لیله الصیام الرفث الی نسائکم. احل لكم، برای شما حلال گردانده شد در این شب‌های روزه نزدیک شدن با زنهای خود، هم بیسترین با زنانتون حلال گردید. رفث یعنی جیما را میگویند. و گفته می شود که جیما در ماه رمضان، همخوابگی در ماه رمضان بر مسلمانان ممنوع است. این قول در روز جایز نیست، نه که در شب روا است. و گفته می شود که جیما در ماه رمضان بر مسلمانان ممنوع بود، جایز نبود. آیا این درست است؟ بله درست است. در گذشته گفتیم؟ بله درست، در سوالهای گذشته گفته بودیم. از برا رضی الله عنه روایت است که گفت وقتی روزه رمضان فرض گردیده شد، مردم بر تمام رمضان با زنهای خود همبستری نمی‌کردند، تمام رمضان را. و بعضی از مردان به خود خیانت می‌کردند، یعنی که با همسران خود نزدیکی می‌کردند. و سپس الله سبحانه و تعالی این آیه کریمه را نازل کرد و این امر را برای این امت آسان گردانید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. الله داند که شما بر خود، بر نفسهای خود خیانت می‌کنید، خیانت کردید. فتاب علیکم، و شما را بخشید، آمرزید. و سپس بدتر در این شب‌های رمضان جیما کردن اجازه داده شد. پس از افطار نمودن همبستری کردن برای زن مرد همدیگر اشکال ندارد، امر در این واسه است. سوال نوبتی، اگر شوهر با همسرش جیما کند، اگر شوهر با همسرش نزدیکی کند تا بعد از اذان صبح، اگر این کار کرد روزشون باطل میشه و برای اونها کفاره لازم میگردد. اما اگر شوهر با همسرش جیما کند تا نزدیکی اذان، روزشون صحیح است. و در این حدیث عایشه رضی الله عنها است. حدیث عایشه میفرماید که گواهی میدیم که رسول الله صلی الله علیه و آله بعضا صبح را دریافت میکرد در حالی که جنوب بود. صبح را رسول الله دریافت میکرد در جنابت بودن صلی الله علیه و سلم، از جیما نه از احتلام. سپس غسل میکرد و روزه میگرفت. معلوم میگه که اگر انسان با همسر خود شب همخوابگی کرد و نتوانست غسل نماید پیش از فجر، روزش صحیح است، فقط از برای نماز بنات آمادگی میکنه بس. و همچنین گفته است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله در رمضان صبح را دریافت میکرد در حالی که جنوب بود، نه از خواب، پس غسل میکرد و روزه میگرفت صلی الله علیه و آله. پس وقتی که اگر انسان با همسرش جیما کرد نزدیک شد در روز روشن، چی کفاره بر او برگردن او واجب میگردد؟ به هر کسی که روزه بر او واجب است و ساکن شهر خود است، یعنی که مسافر نیست، اگر در روز رمضان قصداً با همسر خود نزدیکی کند، همین که ذکر در فرج داخل شود، مجرد داخل شدن آن حشفه میگویند آلت مرد بر فرج زن. اندکی از آن اگر که داخل شد بدون اینکه اگر که با شهوت باشد به شهوت باشد، روزه آنها فساد می شود، ویران می شود. خواه معنی باید خواه من نباید و کفاره برای آنها واجب می گردد. و برای آن کسی که در این ماه رمضان با همسر خود نزدیکی کرد این کار را انجام داد، چی لازم می شود؟ اولا توبه به سوی الله سبحانه و تعالی می نماید و باید باقی مانده آن روز را از خوردن و نوشیدنی ها باز بدارد، خودداری نماید و قضای آن روز را بدارد. و سپس کفاره شدیدی بر بالای او هست، کفاره مغلظه میگن شدیدی، که در حدیث از ابی هریره رضی الله عنه در این مورد ذکر شده است. میگه بینما نحن جلوس عند رسول الله ان النبي صلی الله علیه و سلم اذ جاءه رجل فقال، من در نزد رسول الله نشسته بودم که یک مرد نزد اومد و گفت یا رسول الله هلکت، ای رسول من هلاک شدم. قال ما هلک، مالک، چی شده است؟ قال وقعت على امرأة، من بر زنم و بر بالای زنم قرار گرفتم، همخوابگی کردم.
من در حالی که روزدار بودم. و رسول الله گفتند هل تجد رقبة، آیا تو یگام رقبه، یگام غلامی رو، یگام برده رو میتوانی آزاد کرده؟ گفت لا. گفت نمیتوانم ای رسول الله، من این توان رو ندارم. گفت هل تستطيع ان تصوم شهرین متتابعین، آیا میتوانی 2 ماه رو پی در پی روزه بداری؟ گفت نه ای رسول الله، نمیتوانم. قال فهل تجد اطعام 60 مسکین، آیا تو 60 مسکین رو تعام داده میتوانی؟ گفت نه، مسکین بودن. روایت بخاری است. پس این کفاره روشن‌تر بیان کردن این 3 مرحله دارد، با ترتیبی که رسول الله گفتن. اول آزاد کردن برده. اگر توان آزاد کردن برده را نداند 2 ماه پی در پی روزه داشتن. اگر این 2 ماه را هم پی در پی توان روزه گرفتن را ندارد، سپس سوم 60 مسکین را طعام میدهد. سپس 60 مسکین را طعام میدهد. از همون طعام مابینی که خود میخورد، از غذای معمولی خود 60 مسکین رو طعام میدهد. پس این کفاره ای که است، این به انتخاب شخص است یا که این حتمی است یا که این با ترتیب داده می شود. این کفاره حتمی است و حتما با ترتیب داده می شود. واجب است که با ترتیب باشد. به خواهش شخص وابسته نیست. اگر از غذا دادن عاجز باشد، پس اگر از آزاد نمودن غلام عاجز باشد، سپس 2 ماه پی در پی روزه می‌دارد. اگر از اینم عاجز باشد نتواند، سپس 60 مسکین رو طعام میدهد. پس آیا در روزه کفاره پی در پی بودن این روزها شرط است؟ اگر کسی روزه بدارد، مثلا اگر در بالای زنش افتید، جما کرد، آیا این رو پی در پی روزه شرط است یا اینکه بدون این؟ بله، این از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدن می شود که 2 ماه پی در پی انسان روزه بدارد، مگر اینکه اگر عذر داشته باشد. مگر اینکه عذر داشته باشد شریعت اجازه افطار میدهد، مثلا بیماری. پس پی در پی این قطعی است، حتمی است، لازمی است. اگر انسان 50 روز روزه داشت، 1 روز رو به اختیار اینش قبول نمی‌کرد، با اثر روزه می‌دارد. پس کسی که پی در پی روزه داشتن را آغاز کرد، پس که پی در پی در ماه رمضان واقع شد و پی در پی روزه داشتن را آغاز کرد، بعداً با سبب بعضی از عذرها، بیماری یا که حیض که پیش آمد، چیکار کند؟ پس با سبب این عذرها روزه انسان اگر حیض بود روزه‌اش میشکند، درست است که روزه بدارد. سپس بعد از پاک شدن آن را ادامه می‌دهد، یا که بیماریش سپر برطرف شد، روزه‌اش را ادامه می‌دهد. پس کسی که به سبب‌های شرعی نتوانست این روزه کفاره رو بگیرد و چگونه باید غذا را اجرا نماید، غذا بدهد؟ باید شخصی که اگر نتوانست 60 روزه بدارد، باید 60 مسکین را خوراک بدهد، یا یک جا همگی یک باره یا جدا جدا. مقصد دادن 60 مسکین، یک جا طعام را میپزی از خوراک مابین خود، 60 مسکین را چی میدهی، چی فیراد میکنی میخورن، یا که جدا جدا هر کدام هر انسان را. پس معیار قادر بودن بر روزه چی است؟ بر کسی که کفاره جما همخوابگی واجب شده است، معیار آن مسئله قدرت. پس هر کی میدوند از حالت خود که وای بر این قادر است که قادر نیست، پس آیا از شخص پرسیده میشه که تو بر این قادر هستی یا که قادر نیستی؟ اگر در جواب ها گفت، پس من میتوانم از اراده خود باور دارد، پس 2 ماه را پی در پی روزه میدارد، یا که غلام را آزاد مینامد 2 ماه پی در پی روزه میدارد، یا اینکه 60 مسکین را کفاره میدهد. پس اگر مرد و زنی که در این ماه رمضان با هم دیگر واقع شدن، آیا دیگر عذرهایی هست بجز بیماری و سفر و برای زنها حیض؟ دیگر بیماری هست، دیگر عذرهایی هست که روزه کفاره که مربوط بر جماع است مانع شود. الله اعلم. شاید کسانی که به نهایت ضعیف باشند و 2 ماه پی در پی طاقت روزه داشتن آن را ندارند، نمیتوانند، یا اصلا مالی ندارند که بعد این همچنین 60 مسکین را طعام بدهند و الله سبحانه و تعالی را غفور و رحیم خواهند یافت. یا که با سبب جراحی، انسان جراحی که مینماید اینم میتواند عذر شده. پس سوال میشود که آیا کسی که برای کفاره که بر دوش او واجب شده است هیچ چیز قادر نیست که یکی از اینا را انجام بدهد، بر او چی است؟ چی حکم دارد؟ پس شخص قادر به هیچ یکی از این کفاره ها دادن آن ندارد، همه چیز از او ساقط می شود و بر او کفاره نیست، بر او دیگر هیچ کفاره نیست. و آیا حکم کفاره جما زن را هم در بر میگیرد؟ مرد با همسر خود نزدیکت، آیا زن را هم در بر میگیرد؟ بله. اگر زن بر او روزه واجب است، با رضای خود با همسرش واقع گشت، حکم هر دو را فرا میگیرد. هر دو در این گناهکار هستند، هر دو در این کفاره میدهند. اما سوال نوبتی، آیا روزه زن باطل می شود اگر شوهرش او را مجبور کرده جما کند؟ با مجبوری، اگر با مجبوری باشد، روزه زن این هنگام فاسد نمی شود، زیرا این کار با مجبوری رخ داده است
و پس این تأثیر عمل از او برداشته می شود و او روزه‌اش رو تمام میکند و برای او قضایی هم نیست و برای او کفاره هم نیست. اما اگر شخص نداند که جیما کردن همخوابگی از محرمات روزه است، آیا روزه‌اش باطل میشود و کفاره بر او لازم است؟ کسی که نمیداند که حرام است روزه یا که نمیداند که این کار در رمضان حرام است و روزه‌اش میشکند و مثل این انسان جاهل بودنش ممکن است، این انسان معذور عذرناک حسابیده می شود و بر او چیزی نیست اگر این گونه انسان باشد. پس آیا جاهل بودن در حکم پیشنک بیان کردیم نزدیکی با همسرش این چی معنا دارد؟ چون بعضی از مردم از حرام بودن جیما با زنش در رمضان را نمیدونند. مثلا کسی که تازه مسلمان شدگی است، کسی نو اسلام را قبول کرد، شاید از این بیخبر باشد. پس برای این بنده ای که نو تازه مسلمان شده با زنش نزدیکی کرد برای کفاره نیست. اما اگر تنها این را میدونست که تنها از حکم کفاره بیخبر بود، نمیدونست که در این حکمش این کفاره باید 2 ماه پی در پی روزه بداری و که 60 مسکین تمام بدهی، اگر این رو ندانست این دانستش برای او از سر او ساقط نمیکنه این کفاره را، او را حتما میدهد. پس آیا این حکم بودن تنها با جاهل بودن از کفاره دخل دارد یا که نه؟ پس کسی میدونه که جیما در روز رمضان حرام است و کسی نمیخواهد که کفاره برای او واجب میشود، یا کسی نمیدوند که کفاره برای او واجب میشود اما جیما رو که جایز نیست و این خودش من نماید، ولی که نمیدوند که بیچاره مسکین که کفاره برای او واجب میشود این 2 ماه، آیا وای شخص معذور عذرناک دانسته می شود؟ نه. پس اگر این کارو کرد برای وای کفاره لازم است، 2 ماه کفاره می دهد. ندانستن وای بیچاره مسکین که وای 2 ماه کفاره می دهد، 2 ماه روزه می دارد یا که 60 مسکین کفاره می دهد، اینو ندانستن وای این عذر رو از سر وای ساقط نمی کند. اگر جیما همخوابگی در رمضان با همسر خود در یک روز رمضان یا که یک چند روز رمضان یا که در یک رمضان در یک روز چند بار واقع شد، حکمش چی است؟ آیا کفاره هم تکرار می شود؟ اگر انسان در یک روز با همسر خود چند بار همخوابگی کرد، یک کفاره برایش واجب است. در یک روز در روز رمضان با چند روز با همسر خود همخوابگی کرد، برایش یک کفاره واجب است. اگر 2 روز یا بیشتر از 2 روز با همدیگر پی در پی اگر که این کار انجام یافت تکرار شود، برای هر روزی و کفاره واجب می شود، چون هر روز عبادت جداگانه است. یک روز یک عبادت الهیده است، اگر چند بار همخوابگی کردی یک کفاره می دهی، ولی اگر یک چند روز شد یک چند روز کفاره شو می دهی. دیگر اگر یک چند روز شد خدا دتی پای سر زدگی از دیگر 5 روز کردی 1 سال روزه می داری. اگر کسی مسافر باشد روزه سفر رو گرفته باشد، در سفرش روزه گرفته باشد، بعد روزانه با زنش جماع کند، کفاره هست، قضایی هست، کفاره هست و اصلا در سفر بوده که روزه داشت ولی که در همون در سفر در روزهش با همسرش نزدیکی کرده، آیا برای کفاره و روزه هست؟ بر او تنها قضای آن روز واجب است و بس، نه کفاره. چون بر شخص مسافر در اصل چی از اجازه خوردن هست ولی که اون با خواهش خودش گرفت، برای کفاره نیست. اگر فراموش کرده روزه را خورد، مسافر فراموش کرده روزه را خورد، سپس فهمید که روزه‌دار بوده است، آیا روزه‌اش باطل شده است یا قصداً با بدنش جماع کرد، بر او چی است؟ بر او قضای انا همان روز واجب میگردد و بس. قضای همان روزی که مسافر در سفر روزه‌اش را خورده بود یا با همسرش نزدیک، فقط قضای آن واجب است و بس. کسی که قصداً افطار را نیت کرد و سپس قصداً با زنش جماع کرد، شخص مسافر، آیا برای کفاره هست؟ بر او کفاره نیست اما قضا برای او واجب است. ولیکن اگر کسی که قصداً در غیر سفر افطار کرد و قصداً با زن خود جماع کرد، میدونید که همین کار جایز با جماع کرد، افطار کرد، چی حکم دارد؟ برای توبه نصوح، توبه خالصانه با سوی پروردگارش لازم است و کفاره روزه آن روز خوردگی لازم است و کفاره آن روز خورده را دادنش لازم است. گرفتن آن روز و کفاره آن روز. کسی که با سبب جماع روزه‌اش را ویران کرد سپس مسافر شد، بر او چی است؟ با سبب جماع کردن روزه‌اش را ویران کرد سپس مسافر شد، یعنی پیش سفرش، بر او توبه و استغفار لازم است، سپس قضای آن روز واجب است، سپس کفاره در گردنش لازم است. سوال نوبتی کسی که با همسرش جماع کرد، نزدیکی کرد و گمان آن که فجر هنوز ندارآمده است، بعد فهمید که صبح دمیده است، این مسکین نفهمیده است، این چه حکم دارد؟ بر او هیچ چیزی نیست، نه قضا است نه کفاره، بلکه روزش را کامل می‌دارد. و گفتیم کسی که اگر در یک روز اگر یک چند بار با همسر خود نزدیک است، یک کفاره دارد، اما در چند روز کرد همه کفاره را ادا می‌نماید. شماره آن روزها را حساب کرده همه اون را کفاره اون را ادا می‌نماید. سوال نوبتی حکم کفاره جماع و جماع در دبر علاقه از پشت در پشت چی است؟ در رمضان در غیر رمضان این اصل حرام است. در رمضان و غیر رمضان این اصل حرام است. یکی از گناهان کبیره است، بزرگ است
و توبه برای انسان لازم است، واجب است و بر آن انسانی که این کار را انجام داده است کفاره بر وی لازم میگردد. مثل پیش. سوال 90: زن چیکار کند تا شهوت شوهرش بیدار نشود؟ زنی که میدوند که شهوتش به هر کار بیدار میشود یا شهوتش را اداره کردن نمیتواند، باید از او دوری بجوید. در این ماه خود را برای شوهرش زینه ندهد، آرایش نکند، اینها را ترک کند به خاطر ترس این که تا شهوت شوهرش بیدار نشود و در گناه گرفتار نشود. کسی که میخواست با زنش جماع کند، یک کس میخواست با زنش جماع نماید، اول با خوردن افطار کرد، بعد با همسرش نزدیکی کرد تا از این کفاره گریزد، دور شود. حکم کارش چی است؟ اول میخورد، سپس نزدیکی میکند، چون با خوردن تنها کفاره است. یکی با جماع چی است؟ با خوردن تنها قضا است. با جماع چی است؟ کفاره است. اول خورد، سپس جماع کرد. میفرماید که این گناهش سخت‌تر است، زیرا این بنده حرمت ماه را دو بار شکست. یک بار با خوردن، دیگری با جماع کردن حیله کرد. برای همین میفرماید که کفاره برای وی استوارتر است، واجبتر است و دیگر راه گریز ندارد، حتمی است. بعد اون که توبه نصوح واسه الله سبحانه و تعالی میکند بعد توبه کردنش. اگر کسی که بعد از اذان فجر هم خوابگی رو ادامه داد چی کند؟ اذان فجر گفته شد و با همسرش نزدیکی دارد. اگر هر کسی که در این هنگامی که فجر دمیده می شود و اذان گفته می شود در این حال اگر این رو ادامه بدهد، اولا پیش از این اول فوراً باید خود دست بکشد. مادامی که اذان شنید، فجر دمید، صبح دمید، در حال دست میکشد، برای چیزی نیست. ولیکن اگر که صبح دمید و در این قرار نگرفت و کارش را ادامه داده گرفت، روزه‌اش فاسد می شود. یکم حالت روزه‌اش صحیح می گردد اگر ایستاد، دوم حالت روزه فاسد می گردد اگر نه ایستاد. روزه‌اش فاسد می گردد، بعضی این در گناه گرفته می شود، بعضی این کفاره برای وی واجب می گردد. در قسمت دوم. اما برخلاف این کسی که پیش از فجر جماع کرد، هنگام شنیدن اذان ایستاد ولی بعداً منی برآمد. همین اذان گفته شد منی برآمد، دیگر ایستاد، قرار کرد، خودش را قرار گرفت. حکم این روزه چیست؟ روزه‌اش صحیح است، زیرا آنچه که بر او لازم بود پیش از این انجام داد، دیگر در این حالت خود را برآورد، دور کرد. چون این منی که برآمد از آن نزدیکی پیشینه بود، نه انمین از این نزدیکی که کرده است. پس برای او چیزی واجب نیست در این هنگام. پس کسی که در روز رمضان به عذر شرعی افطار کرد و سپس بعد از آن با اهلش جماع کرد، نه قصد جماع را در اول نداشت، روزه‌اش خود سپس با او نزدیک کرد، آیا کفاره برای او لازم است؟ بله، کفاره جماع بر او واجب است، چون وی از این امساک، از این ادامه دادن خودداری نکرد، دیگر از این خودداری نکرد.